یک صدای ناشناس روی موجی که نباید وجود داشته باشه. نقطه های نور در آسمان، سریعتر از هر پرنده یا هواپیمایی. آیا تنها نیستیم؟ تماس با موجودات فضایی دیگه فقط یه داستان علمی تخیلی نیست. از اسناد سری دولت‌ها گرفته تا گزارش‌های خلبان‌های نظامی، شواهدی وجود داره که شاید ما واقعاً تماس گرفتیم یا تماس با ما گرفته شده. در سال 1977 یک سیگنال عجیب به نام وو سیگنال توسط رادیو تلسکوپ اوهایو ثبت شد. سیگنالی قوی، دقیق و غیر قابل توضیح که هیچ وقت دوباره تکرار نشد. دانشمندان تا امروز مطمئن نیستند آیا این پیام یک تمدن دیگه بود یا فقط یک اتفاق طبیعی. اما این تنها نمونه نیست. در دهه‌های اخیر بارها موج‌های رادیویی ناشناخته از اعماق فضا ثبت شدند. بعضی از اونها خیلی شبیه به چیزی هستند که میتونه یک پیام باشه. خلبان‌های نیروی دریایی آمریکا گزارش دادند اجسامی رو دیدن که قوانین فیزیک رو نقض میکنن. آنها بدون بال و بدون موتور حرکت میکردن. ناگهان شتاب میگرفتن و ناپدید میشدن. پنتاگون در سالهای اخیر ویدیوهایی منتشر کرد که همین اشیا رو نشون میده و هیچ توضیح علمی قطعی براش وجود نداره. حتی در فرهنگ‌های قدیمی هم نشانه‌هایی از این مشاهدات وجود داره. نقاشی‌ها و حکاکی‌هایی که به ظاهر موجوداتی ناشناخته رو در کنار انسان‌ها نشون میده. آیا تمدن‌های باستانی هم شاهد این تماس‌ها بودند؟ بعضی‌ها معتقدند موجودات فضایی همیشه اینجا بودند. شاید ما رو مثل یک آزمایشگاه بزرگ تماشا می‌کنند. شاید هم فقط زمانی خودشون رو نشون میدن که تمدن ما به سطح خاصی از پیشرفت رسیده باشه. اما سوال مهمتر اینه، آیا ما واقعا آماده پذیرش حقیقت هستیم؟ اگر فردا صبح سفینه‌ای در آسمون ظاهر بشه، چه اتفاقی برای باورها، مذهب و حتی سیاست جهانی میفته؟ اما یه نظریه دیگه هم هست. برخی میگن موجودات فضایی نیازی به طی میلیون‌ها سال نوری رو ندارن. شاید اونها همینجا باشن، نه در آسمون، بلکه در اعماق زمین. تئوری زمین توخالی میگه زیر پای ما یک دنیای ناشناخته دیگه‌ای وجود داره، با موجوداتی، تمدنی و شاید ارتباطهایی که ما هرگز تصورش رو نمی‌کردیم. آیا این فقط یک افسانه است یا پشتش واقعیتی پنهان شده؟ جواب این سوال رو در ویدیوی بعدی بررسی می‌کنیم. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. اگه از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و چنل رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی.